عزیزان دلم، انشالله که حالتون خوب باشه. در یکی از محیط‌های باستانی تونلی که داریم و خشت‌هایی که اطراف تونل استفاده شده جهت جلوگیری از ریزش. یادتون باشه در زمانهای باستانی، در دوره ساسانی، خوب به دقت گوش کنید، می اومدن کیفیت خاک رو می سنجیدن. اگر ریزشی بوده می اومدن سفالهای گنبدی استفاده می کردند و ابعاد آجر خشت. ابعاد آجر خشت ما اگر کوچیک باشه، ابعاد 20x20، 30x30، 20-25 سانت کمتر باشه، دورش برمیگرده به دوره اسلامی و هر چقدر این ابعاد بزرگتر باشه دوره های بالاتر از جمله ساسانی و اشکانیا. تو مسیر اگر به سفال شکسته خوردید موردی نداره، آقا سفال شکسته داریم موردی نداره. و اگر آجر خشت ها تو مسیر به ما بده، این آجر خشت، دوباره میگم خوب گوش کنید، این آجر خشت شرایط قرارگیریش مسیر رو به ما نشون میده. به طور مثال این مثلا آجر خشت، اگر این آجر خشت ما رو به روش یه آجر خشت به این شکل باشه یعنی اینکه آقا جلو بنبسته. اگر رو به سمت پایین باشه به طور مثال یه آجر خشت به این شکل رو به جلو و این قسمت هم بالا باشه، ببینید، یعنی آقا جلوتر به ما راه میده رو به سمت پایین، یعنی چاه میده. به خاطر بعضی از مسائل نمیتونم کامل توضیح بدم. مسیر بسیار پیچیده و سختی. اکسیژن هم که اینجا فکر کنم کمتر از 20% باشه، تنگی نفسم گرفتم. بریم رو به سمت جلو ببینیم به ما چی نشون میده. دیگه ببین از اینجا بیشتر راه نداره. ببینید دوستان عزیز، من اینجا گیر کردم. بعضی ها میان اینجا رو میگن قنات. اول از همه هیچ وقت داخل قنات شما دوده ها رو نمیتونی پیدا کنی. این دوده ها رو آب میشوره از بین میره، بس قنات نیست. کسایی که کامنت میزنن میگن آقا قناته، نظرم قنات نیست. دومین مورد، قنات چرا داخلش پر خاکه. سومین مورد، حالا اینجا یه خود بارندگی شده، آب نفوذ کرده. این جایی که چراغ قوه نورش هست، ببینید از اینجا رو به سمت بالا بگیره. از سقف چند سانت فاصله رو داریم و از همه مهمتر لایه ها رو نگاه کن. ببین این قسمتی که دارم نور میندازم، ببین اینجا اگر دقت کنی یک لایه به ما داده. اگر این لایه ها به هم خورده باشه یعنی کار شما خراب شده است، باز شده. حتما به این لایه ها نگاه کنید، دقت کنید. بعضی ها میان دوباره میپرسن که آقا چرا سقف های گنبدی بیشترین تحمل فشار بار رو داشتند. دیگه من نفسم اینجا بند نمیاد، برمیگردم. آقا ارادت، دوستتون دارم.